سلام دوستان، من آریانم از کانال آریزن. چطورید؟ بریم با هم این چالش جدید کلش رو 3 ستاره کنیم. اسمش دانداستاپ یا همون کتککاری تپه‌های شنی. بریم. این مپشه که داریم با هم میبینیم بچه. از پایین از پایین 2 تا بالون واسه هر توپ میندازیم. وقتی تمام شدن رویال چمپیون میندازیم اینجا. ابیلیتیشو فعال میکنیم تا این ساختمون های اینجا رو یکم از بین ببره. از بالا ماشین محاصرمون رو میندازیم. بچه رویال چمپیون هم بمیره مهم نیست. ماشین محاصرمون رو میندازیم. وقتی رسید به تانهال یه دونه طلسم خشم یه دونه شبیه سازی سری میندازیم تا تانهال رو بزنیم. اونم از پایین میندازیم. واردن هم از پایین ابیلیتیشو فعال میکنیم. دراگونا پشت سرش، سوپر دراگون پشت سرش. اینجا کینگمون از بالا میندازیم. یه دونه اجرای کوچیک میندازیم اینجا تا این تسلا رو از بین ببره. 2 تا هیلرمون هم میتونیم استفاده کنیم تا واردن نمیره. از پایین فکرمون رو میندازیم با الکترو دراگون تا این ساختمون ها اینجا رو از بین ببره. این 2 تا اسم میشه میندازیم سمت راست، همونی که خودتون میدونید. اینجا میتونیم یه دونه طلسم خشم بزنیم تا سریعتر نیرو برن و دیگه بعد طلسممون رو میتونیم استفاده کنیم تا سریعتر اینا کارشون رو انجام بدن. طلسم یخمون رو اینا رو هم استفاده میکنیم. ابیلیتی کینگ و کوین هم ما استفاده میکنیم سریعتر بشه. ایزی تمام شد به همین راحتی. اگر خوشتون اومد لایک کامنت دنبالیاتون نره و تا ویدیوی بعدی خدافظ.